امروز قراره توی این ویدیو بریم و با همدیگه چند تا از بدترین مرگ های یوتیوبرهای ایرانی رو داخل ماینکرافت و مپ هاردکورشون ببینیم. پس حتما این ویدیو رو لایک کن و چنل منو سابسکرایب کن. بدون معطلی بزن بریم داخل ویدیو. خب نفر اول میلاد هستش که وقتی توی مپ هاردکورش داشته به ندر میرفته اسکین پیگلین بروت براش لود نمیشه و به همون وسیله کشته میشه. بریم که ویدیوشو با هم دیگه ببینیم. کلاه همو خراب نکنی. شاید هم از این هاگلینا بود، نفهمیدم دقیقا چه اتفاقی افتاد. از پشت داشت میزد. آی 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 کلاه همو شکوند. من میدونستم پشتندم ولی فکر میکنم خود پیگلین بروتسه باشه. برم همون طلا رو برش دارم از بالا یک دونه کلاه درست کنم واسه خودم. ای بابا من نمیبینمش آخه. نمیبینم کی داره میزنه اصلا. خدایش اینجوری اگر بمیرم خیلی ستمه. های جای بدی اومدم. بلاکم ندارم فرار کنم از دست اینا. وای 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 وای. برمیگردم میپرم توی لاوا. فقط سریع باید یک دونه توتم دیگه بگیرم دستم. وای یکی اینجا هست داره میزنه منو. وای. خب نفر بعدی تیمسار هستش که وقتی داشته از مپ هاردکورش استریم میرفته حواسش به چت پرت میشه و یک ریپر میاد بالا سرش رو میترکه. بزن بریم به سرعت برق و اینا رو میزنیم اینجا. اوکی باید بریم سلطان بیاریم و آب بیاریم. خب اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی حتما از این ویدیو خوشت اومده، پس حتما لایک کن و چنل من رو سابسکرایب کن. بریم سراغ ادامه ویدیو. خب نفر بعدی سلطان زنده موندن توی هاردکوره، یعنی حسن فونیکس کلاف که وقتی داشته فارم رید درست میکرده فارم ریدش به یه مشکل برمیخوره و همونجا دنیای هاردکورش به پایان میرسه. آها یکیشون افتاد. تکو نخواد دیگه اینقدر بالا نریدم برات. فکر کنم این دیگه فیز آخرش باشه. ها ایوکر بود مرد. توتم. اینم از این صدل توتم پاندا. یس. وای ویکس بچه بدبخت شدم. چرا نفر بعدی کسی نیست جز فیودال که فیودال یه سری ماینکرافت هاردکور رو شروع میکنه و تقریبا 30 روز توی اون مپ بازی میکنه و یه شب تصمیم میگیره که بره توی یه کیف و ماین کنه که این اتفاق براش میفته. واو ببینید چی پیدا کردم. بلاچاو what the fuck. بجی میترسم از این تو زنده در بیام. مطمئنا دایمندان پره. بذارید برج مراقبت بازو پایین داره منو میزنه. خب چرا اینقدر دوست داری منو بزنی؟ بله دایمند 2 تا خوبه. خوشحال بیشتره. وای باورم نمیشه. سگ زدم من. 3 تا پیدا کردم کلا. خوبه رفیقاشون اومدم بچه. وای اون نفری افتادن سرم. اوه شیت. وای چقدر سخت بود این دیگه. بیبی زامبی نه بگوش. چیکی سگ. وای
نفر بعدی ایجی کینگه که وقتی توی لایو استریم سری هاردکورش به بسشن میره تا با پیگلین ها ترید کنه توسط یه نه پیگلین بروت کشته میشه. Oh, hello. Oh, دو تا میدارم. Good ending. دیگه چی تو رو خدا. الان فکر کنم آهنگ دیریم به ما خوششانسی میده. الان دیگه باید دیگه من الان این گروله این میره. چی ندارم بذارم چی بذارم. من چرا 55 تا شیشه با خودم آوردم؟ منطقی. نفر آخر مارتین کرفته که وقتی توی سری هاردکور برفیش داشت بازی میکرد به کامنت برمیخوره و همه چیز از همون کامنت شروع میشه. سامان صفاری تو گفتی کارای ریسکی انجام بده. بیا سامان صفاری گفته ریسک باید بکنی. سامان صفاری من زیر رگبار آتیشم. دارم اشتباه میکنم به حرفت گوش میدم. سامان صفاری میخوام یه حرکتی بزنم فقط به عشق سامان صفاری. دراگونمون دوباره به وجود بیاد. افتاد توی این جریان آب اینجا. الان اینجا گیر کرده. دوستان گلم شما در کانال مارتین کرفت هستید، جایی که بنده وسط هاردکور 400-500 روزه لخت پاپتی اومدم لای بال و دم دراگون دارم وول میخورم. فیزیک بازی به ما میگه که این دراگون نمیتونه ما رو بزنه. یا سامان صفاری. آره گیرش انداختم. شت سامان صادقی. خب بچه ها مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت و ساب یادتون نره و اگر پارت بعدی رو خواستید حتما توی کامنت ها بنویسید. تا ویدیو دیگه خدافظ.